سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم با ترکیب خوراکی. هر کی سریعتر بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، فالو فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، ما میوه‌ای که با هم قرار ترکیب کنیم آلوچه و از گیل و خیار و سیب، بریم که پوستشون بکنیم و با هم ترکیبش میکنیم و ببینیم چه مزه‌ای میشه. خب دوستان، ما اومدیم اول خیارا رو رنده کردیم. حالا آلوچه هامون رو میریزیم توش. حالا هم از گیلمون رو میریزیم توش. حالا هم سیبای خرد شدمون. لطفا لایک کنید، خیلی زحمت کشیدم. خب دوستان، تا الان ترکیبمون شده این. میبینید که سیب و خیار و آلوچه و ازگیل و 2 تا چیز دیگه هم میخوام بهش اضافه کنم. بریم که بهش اضافه کنیم. اول بهش میخوام نمک اضافه کنم، چون میدونم واقعا نمک با خیار و آلوچه خوشمزه میشه، ولی با ازگیل سیب و اصلا نمیدونم. بریم با هم تستش کنیم. و یکی دیگه هم مونده و در آخر میخوایم بهش رب اضافه کنیم. وای خدا کنه نمیریم. چه قیافش اصلا ببینید، وای اصلا حال آدم به هم میخوره. بریم بخوریم به خاطر شما. 3 2 1. روبی که بهش اضافه کردیم افتضاح بود، اصلا امتحانش نکنیم. خب بچه ها برای اینکه بریم ببینیم که بدون روب بشن چه مزه‌ای میشه، چون با روبش خیلی بد مزه بود، ولی مزه میواش خیلی خوب بود. نمک زدم، ولی یکی دیگه درست کردم، نمک زدم ولی روب دیگه نزدم. بریم امتحانش کنیم. بدون روبش خیلی خوشمزه است. در کل ترکیب خیلی خوبی بود، حتما امتحانش کنید، ولی با روبش رو اصلا امتحان نکنید، چون حالتون به هم میخوره. منم حالم به هم خورد. لایک، کامنت، فالو فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.